و درهبا داشتیم ما تواتیوی پلی چاروک و هشتونوک و مرچی پنجمی مراکش جمشان که این مراکش سرحال مغربی بلوچستان جاوران بعد از انقلاب ننگین 57 انقلابی که به ضرر بلوچابی به ضرر کلابی بازی بلوچی های اون رچک بی بازی گوهار بیوه بی بازی چکی یتیم بید و بازی ملک و املاک بلوچ ملیش کد برتش تا مرو رسیده بلوچستان توکر کنند و مای دریاش اجاره داده مای بندرگاهش اجاره داده هم به اجنبیان و بلوچستان فیدی ملکه بدمستری بدی دستان نم این مراکش مهمان واجه بهرامخان میرلاشاری که در این باره ما گفتران کنگو واجه بهرامخان میرلاشاری واجه میرلاشاری تا ولا بعد معرفی کن و برای وقت که از ما هم اول انقلابش ما یک کارهای کده و مبارزه کده ضد نظام ضد انقلاب ننگین و منشأ پیدا کنم. عرض کنم خدمت شما، من هم سلام عرض کنم خدمت شما و تشکر کنم که شما و چشمه به حساب تلویزیون و که ما رو دعوت کرده، ما یک دنیا ممنون. عرض کنم خدمت شما انقلابی که نبی باشه که انقلاب را که اگر یک انقلابی بی یک رژیمی اگر یک رژیم ظالمی چیز کنک ببید یکی به جای بیایتن بهتر چه آیه ببید آیه باشند انقلاب، ولی نه یه انقلابی نبود، فقط حکومتی به حساب بینوت رد بدل بود. یه حالا سیاست خارجی آنت یا سیاست داخلت که یک یا چیز بکنن. متاسفانه البته ما شما بلوچ به جای بودی ولی ملت ایران برای در من چاره به چاه کفتن. متاسفانه اگر شاهد زمان اگر چاله ایت ولی انو دیگه چاهی تو کفتیرند که دیگه برای آیا فکر کنم در آیه سک مشکلی. از ویشمه خدمت ها اول انقلاب که بود بچار وقتی که یه به حساب چیه بود به حساب یا که جنب جوشی به وجود ایران توکا یک فکر کنم موقعیت مناسبیت برای ما شما مخصوصا برای ما شما بلوچان اگر در آزمانه می براتان می به حساب قومدان بلوچ می ملت بلوچ اگر آگاهی بودیم بزانتینی که بکر که حرکت و تیگا مسیری در نظری بگیبتین که به نفع بلوچستان بودین، من فکر کنم مروچی حالتان به ایران نیتن جناب آقای سیریوس خان بچه که الان من فکر کنم کشتاری که در یه 42 سالی که یه حکومت منحوس یهته رو کار به بلوچستان پیش یهته ای مرد تا زنی، من فکر کنم شاید 20 سال هم 2 سال گذشته هم یه اندازه کشتار و این چون نیرو انسانی بلوچا بین برگ نبوده که در همین ظرف همین 42 سال برگ بود. خب این اصلا جناب میرلاشاری الان اشتباه اکو بیده بلوچه چی باید کنه؟ آیا اتفاقی نبیده بلوچه؟ اشتباه عرض کنم خدمت شما. روز اول وقتی که به نام انقلاب همچه تحولاتی به وجودیت اگر آن مدت ما بلوچا به حساب اشی که من فرض بفرماد من الان روبرو شما نشتم اما کلمه خانیک بکر که به روی اسم ما برچسب لگته، اگر ما خان جوان پاتی عوام مردم به حساب مذهبی مردمان یعنی این تمام روشن فکران ما اگرشان تمامش بکر که یک اتحادی به وجودش یورتگد یک هماهنگی به وجودش یورتد من حالت من فکر کنم 180 درجه فرق افتاد تا حالا که ما الان هستیم.
برای اینکه آن مدت موقعیت برای ما هستد. برای نمونه خدا همزان که این چیز واقعیتی با حرکتی که ما و 2 تا پاسگاه که ما حل سلاح ما به حساب لاشاریان علاقه ما جناب سیروس خان رفت آمد پاسدار اصلا قطع بود، رفت آمد مامورین. اگر هم بیاد یا نه لطفاً شرط توضیح بده چه سالی بیده بعد از چون وقتا از انقلاب اصلا خدمت شما انقلاب که 57 تا به قول معروف انقلابش پیروز بود و ما 58 تا 1 سال بعد از ایشی که انقلابی به وجود یاد یه مقداری من البته برگردم به همه اوائل. ما در اوائل اختلافاتی که بین ما هستد ما یه محوطی گروه و طور نزدیک با جمهوری اسلامی که شاه اگر آیان شاهی بوده ما جمهوری اسلامیه یا فرض فرما اگر آیان جمهوری اسلامی بوده نه ما شاهی. بالاخره ما روابط نزدیکتر کد تا حتی من برای 1 سفری رفتم کرمان. حاجی علی خان مهمی وسیله آیی من تیمسار مدنی پیدا کرد تو دانشگاه کرمان یک جلسه. بعد من آیون دعوت که تو بیا بلوچستان بیا و تو شما کاری بکنید که امنیت بلوچستان بده دست مردم بلوچستان و اگر نه در حال حاضر من فکر نکنم شما بتونید مرزان رو کنترل کنید و بتونید به حساب بلوچستان رو کنترل کنید. اشی ما البته خبران زیادن جناب سیروس خان. ما باز خبر کو تقریبا ما ناهاری هم با همه وارد البته باز یاده تقریبا 300-400 نفر تمام رئیس رؤسای جمعیت، ولی وقتی موقع ناهار بود برای ما چند نفر من و تیمسار حاجی علی خان و جعفر خان مهمی یا اتاق مخصوص بوشتامش ناهاری برای ما کشت ناهاری و برای گفان هیدتن منی گفت فلانی تو 2 روز صبر کن کرمان من رواگم به قول معروف انشپی تهران پردام راه قم خدمت حضرت امام مسائلی که مطرح کردم من به عرض امامش رسیدم و اگر آیی منی اجازه داد من دعوت ترایام به بلوچستان رفت حماد آباد. 2 شب که ما داشت منزل جعفر خان برای منی تلفن زد که آقا من به شما تبریک بگم خواسته شما تمام حضرت امام قبول کرد هم منی اجازه داد که من بیام به حساب بلوچستان سر بزنم به شما و دوم چی که تری هم به حساب حضور و پذیرفته که برگشت بلوچستان تو باید ما همراه بیایم برای دیدن حضرت امام. ما به هر حال قبول کنم ماچارت که شاید به قول معروف ای گذشتهایی که رضا شاه و محمد رضا شاه شاید شاه جدیدترند بعد نام هم اسلامه. وقتی که نام اسلام بی بالاخره هر کسی یک مسلمانی جناب میرلاشیاریش درا یک کن شما مشکتی حلوا گل نه و مشکل البته از منی همشید ولی ما اشتباه هم شد نه ما فکر که آیه بکر که بدن و ایشان حتما چه آیان بهترند که به حساب مذهبی هست و به نام اسلامی آیگان ولی ما نداند که بابا ای کاش که همه چاله بهتره یه چاهی که الان در حال حاضر ما کفتیم. متاسفانه یهد که تیمسار یهد ایران شهر بالاخره کاری دیگه چیزی نکن ولی به هر حال ما تمام هر طایفه هر یک 20 تفنگ برنو وسیله تیمسار مدنی دیگ بود که البته 40 دانه ما گرفت من 20 دانه برای واد گرفت 20 دانه هم برای مرحوم نظرخان شیرانی که به حساب علاقه زرآباد آنگران به حساب سکوت به عنوان تامین یعنی شما به عنوان اشی که ما یه تفنگانه تحویل بگیریم برای امنیت منطقه که آیه بکن که تا زمانی که آیه جان بگیرند ما منطقه هر کس رو تیگه بداریم. حالا کار نداریم وقتی یه مسائل پیش شد ما پدا نشت بینیوت چند تا همی سران تصمیم میگه که نه بابا من فکر کنم شما اداپک اشتباهی کنه ما شما اگر پیش آورد هم دیگه اختلافی بوده و یکی شاهی بوده و یکی غیر شاهی بوده فلان بوده حالا بیایم ما شما یکی بین اتحاد شهرکنک بود یک جاگاهی نزدیکای اسپکه یک جلسه گرگ بود ای تمام سران ما تمام جمع بود همون و قرار به اشی بود که اگر جمهوری اسلامی رفتاری خوب و نسبت به بلوچستان و خیلی ما قبول کنیم
در غیر این صورت اگر ما شما دیست هر کجا کوچکترین حرکتی که غیر انسانی به وجودیت وسیله مامورین آیی باید ما شما تمام بلوچستان چسب ببین یک ها قرار برشی بود. بعد از مدت هر کس رفت دنبال کاری، حالا ما تمام به حساب شی که آماده باشن، هر کس اسلحه هست هم طریقه هر کس نیست هم زورگ جمع کن که بالاخره برای باندرو چی که یه مسئله پیش بیایت ما ایوات دفاع بکنن و به هر حال وقتی حقا بگیریم. متاسفانه ما خبر بودیم که نیکشهر پاسداران برای اولین بار که به قول معروف همه زمان شاه که تمام به قول معروف خرابیه که هستی، ولی هیچ موقع یک جنینی به عنوان بشه جنین ما شما و شرف ما شما، البته هر انسانی دیگه چه برسی که ما شما بروی نسبت به جنین سگ حساسی. وقتی که بعد از این تمام حکومت 3-4 تا حکومت گذشته رفته، یه اولی باره که حکومت جمهوری اسلامی دست به پندونان جنینان کنگه و ناخونگیری اگر چیزی هست درش یاری به حساب شی که من جنینان تفتیش کنم. ایشی چیزیت که میشه برای ما وقتی که اشکود اصلا جای وارد که مسلما وقتی مروچی نیک شهره بانده حتما مایم پوشی آدیگه علاقه ایران شهر سربازیم بیابانیم یه مثلا پیش آیان جمهوری اسلامی الان شروع کنه. بالاخره ما ناچار بودن و یک هم به حساب چند نفر به حساب قومکشان ما اسلحه، البته اسلحه همه اسلحه برنایی که دولتی هست همراهی یه جلوش گرفت اسلحه یعنی خالص را ما چرا حالا که اسلحه دولتیه داده انتمار به حساب شکل یا امانت یا اینکه ما این منطقه و حفاظت کنه بعد وقتی خالص را کنه ایشی برای ما قابل قبول نبود. اما اید که ما به اتفاق به حساب پدر ناکوزت که حاجی محمد خان ببین بالاخره جمع بودن و رفتن درگیر بودن اسپاکا و بعد اسپاکا رفتن پیپ و دیدیم پاسگاه حل صلاح بودن حدود 70-80 قبض اسلحه‌ای که بین دو تا پاسگاه هستن ما ایشان تمام جمع کت و مهماتی و شون فهم و به اضافه مامورین که ما گفتن بردن تنکوه. البته 2 نفر همود جنگ بود تو پیپ آیان و 2 نفر همه ما هم جنگ بودن که البته تیر پادان شما بلی برحال چون عجل شهادت هر دو مردمان ما یکی میقام کش نزدیک اسلام خان شیرانی بین و یکی هم به حساب یکی عزیزان ما بهترین شجاع مردان لاشارت به حساب دهقان به نام دهقان پیشوک یه همایی چوکت که بوده به حساب پادی تیر ورد بعدم بنده خدا شهید بود خدا رحمتش. کار نداریم. وقتی یه مسائل که پیش آمد ما تمام انتظارش داشتیم. وقتی که این مسائل پیش آمد بالاخره سرحد هم پادی آیند، چابهار و دشتیاری هم پادی آیند، بیابان و ندان و بشکرد هم پادی آیند. ولی بعد ما متوجه بود که نه متاسفانه خبری نیست. یعنی آدابی که احساس باید بود ما را جناب سیروس ها متاسفانه نیاد رو همه حساب. اگر ما در حال حاضر دانه که ما شما در بدریم ما شما بکر که داره تمام چیز و تایید از ذاته فقط صرفا نااتحادیه که ما بروچه هستند و اگر نه با موقعیت بکر که سوغل جیشی که بلوچستان هستند موقعیتی که بلوچستان هستند آن هم در آزمان که حکومت تا هنگه جان نگیفتد ما بلوچ اگر اتحاد بودیم ما خیلی خیلی کار تونت عملی کنک. نه اینکه ما بگوشه که ما تونت استقلال بلوچستان گرک ولی حداقل آ چیز که ما حق حقوقت ما تونتت بگیرنی و گیبتت. ولی متاسفانه یکی گفت ما جوانه، یکی گفت ما خانه، یکی گفت ما ملان، یکی گفت ما روشن فکرین، یکی گفت ما تاریخ فکرین. بالاخره ایشان تمام پیشی آتن اختلاف. البته آیا هم دولت این موقعیت سوء استفاده کو اختلاف شرکنی هم درست کو و ما هم متوجه این مسائل نبودیم که آقا یه دولت گردی اختلاف شرکنی ایشی جوانه کند آیه ملای کند مار خانه کند آدی قوم زهی ترتیب داشتی اختلافی که گردی بلوچستان به وجود بیارید و اختلاف آب گلالود آی ماهی بی و واقعا گفتی ماهی
بالاخره موفق بود بلوچستانی بالاخره تصرف کو همه داری الان ما رو جای هیچ تکانه ورک جای هیچی نیستی این صرفا من معترض بشیم که من به قول پاکستانی بی‌دماغی یا فکر کار نکرده که ما یحت به یه جای یحت رسیدیم و ما در این مدت 42 سال اگر ما اتحادی بلوچستان بودیم سیروسان ما باز کار میدیم ما رفته و ما به قول معروف بلوچستانی هست که تو انتظار تصمیم بگیریم که آقا یه ادا ما چه عملی انجام بدن که به نفع مردم ادا چه عملی انجام بده که فایده ببی برای مردم ولی متاسفانه نااتحادی شما بلوچستانی جو کداگان جناب میر لاشواری و همون که تو باشد اتحاد نبیده و یک مسئله که اشتباه بیده تاریخی هر ملت ممکن اشتباه کن و بلوچ هم دیدن انشاءالله که بلوچ اتفاق کبند و یکدیگر را حزبا البته ما در حال حاضر تونه همدیگر را سرزنش مکنه برای اینکه ما را اندازه دانش اندازه اطلاعات کاملی نیست که به حساب بدانه چکار کنه هر کس منی یه منی زهی متاسفانه همه مثلا به باریاری و اگر نه متوجه بودین مثلا جوانان روشن فکر ما بیاحتین جلو ما با کمال میل پذیرفتن و هنگت هم اگر جوانان قدم مثبت چیز بکنه ما تا جایی که دست برسی با کمال میل هم تقویتش کنه آن چیزی که میتوانه و هم آیان پشتیبانی کنه و آیان ما به هیچ صورت تنها نیلیم برای اینکه ما روشنترن سوادارترن به کل که دنیاش مروشی گشتر دیسته بهتر زانه چیه بکنه که به نفع سرزمین بی قدم مثبت هر یک چیز بکنه ما به نوبت ما در اختیار آیی ولی مسائلان قبلی دیگه آیا نباید به وجود بیاین نباید اختلافات ندن و زهیانی که پیش بودن آیا به وجود بیاین ما در حال حاضر ما براتان و دیگان عزیزانی که داخل کشورن چشانی که خارج کشورن حالا شانی که احزاب یا آیانی که بدون از احزابن ما را استدعای واجهکاران هستن براتان عزیز باید هستن دیگه سعی بکنه که ما شما مشت یکی ببین ما شما همه چیز دست داده شاید اگر ما شما یک اتحادی به وجود بیاریم دیگه گشتر حدیالی اشین که شاید ما شما بتونید جلوی یه تمام ظلمی که برن در حال حاضر برای ما شما شاید نه حتما جناب میر لاشواری حتما این کار بند بلوچ به متحد بیاگن کم ما مبگنده چیزا انشاءالله پیشرفت بیاگن و شما هم کمرسی نکند که پشت جوان و اشتادگت و این نصیحت هم کنگت گورا در ادامه شما رفتید به پاکستان یعنی از بله ما از خدمت شما جناب سیروسان بعد اشی که ما درگیر بودیم و مسائل دیگه پاسگاه حل صلاح بودن دولت دیگه چارت که راهی نیست اگر اشی که تمام اسران بلوچی به حساب سرحد سردار میرالله خان گرفته تا به چابهار که مرحوم کریم بخش مرحوم سردار میرمرتضی سرداری و بهمن خان بارکزئی و سرحد زمین خاص گرفته تا رودبار تمامش بالاخره چی گفتند که آقا شما بیاید به حساب یک مسئله سهلی به وجود بیارید که ما به قول که امام ما اشان بخشون شما پدا برگردن اسلحه‌ای که برای بوده آیان بیارن تحویل بدهن و بالاخره بلندن سر جای وقت وقتی کشان تمام یه حتی دیگه سیروسان بکل که هر یکی اگه زورجن به خاطر برات وقت زورجن وقتی که براتی ببی زورجنک نبی متاسفانه تمام یک قوم قبیله ما مخصوصا سردار عیسی خان که به حساب همون ما در خدمتیم محمد خان منی پدرین شد تمام نشت حالا این مردم ها یحتین که ارشی که یه سهلی به وجود بیایتین دیگه راهی برای که این مردم ها یحتین این چون نبی که مردم ها روح بدنه بالاخره شان یحتین یه جاگاه آبرینی کنن نزدیک چون
جلسه به وجود یاد تقریبا 400-500 نفر مدت ما افراد ما جمع بود تا هر طرف یادتان بالاخره فکر نه شما در حال حاضر صلاحی بیاید و انشاءالله ما سعی کنیم که در آینده این مسائل پیش میآید. اگر حرکتی ببی به اتحاد اتفاق یک ها شما پا یادید و به قول معروف برای ما وقت مناسب نبود و بطور که زمینه مناسب نبود روی حساب نتوانید خیلی سوالی به وجود یاد جمهوری اسلامی به حساب البته به نام حاجی محمد خان که به حساب ریس پیترت و ما تمام به قول معروف رای همشیت که بلی به نام همه ایواده کار ببی و لکنه تنها که محمد خان هم نتونتی پاسگاه خالص را بکن من هم به نوبت من هم نتونتی تنهایی همچه کاری کنم. یه اتحادیت که بین ما فامیلی هستد البته به اضافه واجه مبارکیت که به حساب بروچان زین دینی مخصوصا همراحت هم تیه شرین زرنگی بروچان وقتی که سوال پیشیت اسلحه‌ای که ما برای بودت اصلا تحویل دیگر بودن جمهوری اسلامی بالاخره شارتید که دیگه ادا وقت مناسبه که برای اختلاف شهر کنه شروعی کن تو شیرانیه آی ندانو لاشاریه آی مبارکیه آی ندانو سردارزهیه آی بارازهیه آی طاهرزهیه آی میره آی فلانه بالاخره سو استفاده بود. اولی کاری کتی که به حساب رودبار کسانی هستند که باشتش که آقا قسمش که ما خمینی دیتک برای ما ولی اولی کسی که هم بمبی لگه سرا همین مردم ها بلوچانی که رودبار زندگیش گفت سخت طرفدار جمهوری اسلامی هستند. بالاخره همون در شروع بود. وقتی که شروع بود نوبت به ما رسید. ما دیگه بالاخره تقریبا 3-4-5 سال و تا تون داره که همی کوهانی که منطقه مالاشار هست یک پایگاه حاجی محمد خان ایگت یک پایگاه میگت به هر حال هر یک علاقه به حساب نشتین ما یه مدت ها دیگه بالاخره رودباریان بعد این مدتی رودباریان دیگه مثلا مثل رستم خان مالکی و مهمی خان مهمی محمد خان مهمی شان دیگه بازن بچه بعدش که یه درگیری بودن چند نفر چوخان کشک بود چند نفر زندان بودن ماشان دیگه مجبور بود بازن چوکوش بکنن شاید یه بالاخره ما در خدمت آیان بودیم یه در منزل ما تمام پیش ما بعد کردان یک دوتا کرد همه کردستان همین داره یه آیت الله جدت به هر حال یه تو بالاخره یه نفری هم یه پانه ما تقریبا 3-4 سال پانه ما همراه ما بوده تا زمانی ما پاکستان رفته پاکستان مصور که الان تو سوئد زندگی کنم به نام عبدالحسین میرزایی یک مجاهدین خلقت به حساب کردان کردستان بالاخره دیگه هر کس که تو آن منطقه درگیر بود جاهش همون پانه مایت مثل غلام حسین و غلام سیخان بامری و آسا خان بامری شاهانی رو وزن چوکان یهتن یعنی بعد از این که همه چیز رو دست داد همه چیزی که دست داد تمام یهتن جمع بودن مثل جلال میرحاجی به حساب بشکردی سالاران آیه حمید آباد ایده یهتن بوده بالاخره هر کسی یه جاگاه درگیر بوده تو شورت رسان هم بوده بالاخره جمع خوبت الحمدلله بالاخره یواش دیگه بلوچستان خالی بود تمام واجه‌کاران در رفتن پاکستان آخرین گروه که مانتد بلوچستان همین می گروه هست که 1 سال پیشش که ما در بکفم دیگه ما مجبور بودیم پدر ما به حساب که 3 سالی هستت ما آیه وقتیت ایده بلوچان امیران شیگیم که همراه ما هستن کماشانش به اضافه یه چند تا دیگه ایماوات به اضافه نظرخان شیرانی که به اساس 3 سالی واسه ما شنید آقا حالا که آیه رفته پاکستان شما هم برید ما جوان ما داریم بالاخره ما راه دادن ما تقریبا 1 سال خورده من تو هم مانتو که ما یک دو تا البته محاصره بودیم جنگا بودیم مردم کشته بود آیه حکومتی مردم جنگ بودن ولی به هر حال وقتی که حکومت چاره دیگه بکار که فقط گروه یک مانته همشین که اتفاقا احمد خان مبارکی یا نفری راه دادت پسر واجه عیسی خان که تو بیا منتر ملاقات کنم ما یه جای قرار داد ما رفت ملاقاتی اوشی
سپاهی دست شما سک نارضای من رفت داستان و فرمانده سپاه و سالان باشترا لاشار هم برای ما شده یک پاریس. هر که ما دنبالش میگردیم میگه رفته لاشار، هر کی ما قتل میکنه میگه کجاست، میگه رفته لاشار. حالا لاشار هم برای ما شده یک پاریس که همه پناهندگان رو اونجا داره جا میدن. بالاخره وجه چی دیگه ماچارت که دیگه طوری فشاری هر طرف ماچارت دیگه نبیه آقای سیروس ها. یک گروه تو یک تمام بلوچستان بتونه و تدارک برای ما بقول که مشکله. ما هم ناچار بودیم به قول معروف اصلا هم اصلا تحویل داده همین مردمانی که وقت ما همراه بودیم یه 70-80 تا اصله یک مرا اصلا وشن یه اصله اگر ما برگشتیم که اصله شما مال ما همه داری که اگر ما بر نگشتیم اصله مال شما بهاش کنه ولدش هر چیزی کنه بهندش. بالاخره ما وقت یه چند تا اصله که لازمه ما تعداد افراد ما شبانه یک لاندری گرفت و وقتی به حال مرز گوازین تو رفتیم پاکستان رفتیم ما به حسابشی که بوده شاید حالت بهتر ببی. حالا که پهکن یا جاهن شاید ادا اتحادی شهر ببی تو ادا یک کمکی بگیرین پدا برگردین. ولی متاسفانه اتحاد که نبود، هیچی بین فامیلان که شکا بود جنکا بود. بالاخره نتیجه نگفتی. کم قدری که ما مانتیم به حساب آخری مردمی که هست مرحوم طاهر زیت نامش متاسفانه. بالاخره آیی هم بنده خدا اصله تحویلی که من رامتی منطقه حمایت که بزن جاسوسان دنبالانتی نزدیک به یک شهر محاصره حاجی طاهر واتی جنگ بود، چوکی جنگ بود، زاماتی جنگ بود. به هر حال چیزی که هست باقی دیگه که هر کس هم باید به حساب یه مقداری اسلحه که به دست یارک بوده به هر کس رسن دیگه هر کس به حساب تصاوی زور تنتشو به جای اشی که همکاری بکن هماهنگی بکنن نسبت به بلوچستان نه هر کس زورتشو برگشت رفتن تامینش گرفت و تمام اسلحه و بالاخره نشتن سر جاش. حالا ما دیگه منطقه دست خالی به هر حال الان دیگه به همه جا رسید که ما دیگه مجبور بودیم هر یکی که تونتی ایران برگردی ایران. ولی به هر حال ما برای وقت صلاح نزد که ما یعنی نتونتی اگه ما برفتیم بچه که ما رش نشت ما مجبور بودیم بیایم به اروپا هدایت این دیگه تمام دست پای ما بسته. فقط همشین که وقت هم دیگه اگر وسیله یک اسکایپ یا فرض تلفنی وقت هم دیگه تماس گیریم. ولی باز هم یک کوشش همشین که یک اتحادی به وجود بیاد سیروس خان که الان بلوچستان ای آزمان هم بیشتر در خطره. یعنی الان ما دریای ما بها بوده به چین و هند، سرزمین ما بها بوده به ترکیه و گجران. الان لطفاً به حساب 5-10 میلیون جای دیگه بیارن ساکن بدن بلوچستان. وقتی 5-10 میلیون گجر وجه الان که 1000-2000 نفر هم مارش به یه دفعه تنگی ارته این اتحادی ما. اگر 5 میلیون 10 میلیون دیگه گجر بیارن بلوچستان بنندی نه یعنی دیگه آقا تو بلوچ یه کولت ببند و درکب شده و اگر نه ایده جایتون نه یکی پدا آب یک هستین خلیل رود یک هستین به حساب کم از کم 50-100 هزار نفر ای رودخانه استفاده کند. امران معاش کن زندگیش موتورش آبش قناتش ورگش تمامش اهمی خلیل روده. همشه هم الان گردن صدی بکنن آبی ببرن کرمان. آقا کرمان ما کارخانه اینجا تا کارخانه آبش کمه. آقا کرمان آبی کمه به جهنم. ای دریای بندر عباس بکش آب شیرین که ببری کرمانی بده برای چی ای بلوچستان گرده بدبخت یعنی آقا تو این بلوچ درک برو برای که ما وقتی آبی مدهیم سیدوسان چکار کن دقیقاً بدون هر چیز زندگی بی ولی بدون آب زندگی نمی‌کنه. آب که دستی بگیرن دیگه زندگی نمانی. فرض فرما یعنی مثلا هر کس زمینی اگه بلوچستان هست تمام شما ثبت کنید هیچ کس حق نیست که یک کپی ببندی. من برای نمونه حاشیه چابهار که ما شما گندگیم بکار که اگه هر کسی یا بنده خدای رفته یک کپی بستگی مامورین شهرداری یا به
سپاه و بسیج پشترش گشاده روان شب بولزی کنن که صبح دیگه بند خدا نه پیش منطقه و نه کنت منطقه و نه منزلی و نه جاگاهی. یکی نظر مذهبی همه دابا چنان فشارش به ما شما اهل تسنن میورده که مولایان ما شما روی نه که به که اختار هزار مبان روی نه که کشک مبان مسجدان نزدیک آقا شما تا کجا دیسته یک دولت ادعای اسلامی بکن تا حالا 50 خورده مسجد اهل تسنن خرابش کنن 53 تا که مسجد و مدرسه دینی اهل تسننش ابن برده چیه ظلمی که برای ما بگه فقط صرفا من معتقدم که ما اتحادی و اگر ما اتحاد بودیم دولت نه دولت حکومت اسلامی اگر آمریکا و تمام امکاناتی اگر بیاهتیم و اگر ما اتحاد بودیم این سزایی که الان ما رو دیگه به ماش نتونده هر روز جوان ما کشته می هر روز جوان ما ایبین برگ می هر روز جوان یکی تفنگ یک جای صدا کامته حتما بذار که یه دیگه روی 4 نفرش تو زندان ها اعدام کن بدون اشی که قاضی ببید بدون اشی که پرونده ببید بدون اشی که آیان به حساب جسته بکنن پرسه بکنن آقا تا خلافت چی بوده که که به 1 کیلو تریاک اعدام میکنن سیروس خان غیر بلوچی بخاطر بابا تریاکی بچه برده جوستیگر یه تریاکی بچه برده اگر یه مرد شکمی سیر بودین بلوچستان کارخانه بودین بلوچستان درآمدی بودین بلوچستان کشاورزی بودین احتیاجی نیست که برو 1 کیلو تریاک بعد بدن در افغانستان جان خطر پرینی برای تریاک جان خطر یا فرض کن 1 روت ماشین روت تمام زندگی و تباه کن رو یک فراید زوریت یا فرض کن یا دیگه سایپای جهنم تمام صندلیانی به جایشی که جن چوکان سوار بکن دورش کنته کیسه خواب کیسهش مان کنته که کیسه بارش کنته پرش کنته دیزل و بنزین ندان که با یک جرقه هم وقتی رفته هم ماشین رفته تمام زندگی وقتی از زندگی آجر چوکان تباه میشه روزانه ما چند نفر همی تصادف زندگی که به حسابشی که نفتش باره بنزین باره نجوس نفرس بزن تیر آقا بلوچ چی کن قاچاق بابا چی قاچاق کن نان وقت درگیری شما نان بدهید بلوچ گرو کنه بروت ماشین رو تایشی جن چوکان رو سوار کن ببر تفریح پیکنیکش ببر بیت بنزین و گازوئیل ببر بها بکنته که زان همتی جرقه تمام بوده شان تمامش باعثش همین حکومت و نااتحادیه که بین ما مردم ملت بلوچ هستی من فقط من ای بزرگواران و اتیام ای به حساب ریش سفیدان ای مخصوصا ای رهبران مذهبی و ای جوانان روشنفکر و ای جوانان تحصیل کرده ای کشاورزا ای تمام قشر من انتظار هست که یک به قول معروف میلن دیگه گشتر ای ظلمی که هسته بالا سر ما ببین اشیاء دیگه اجازه مدن که سرزمین ما تقسیم ببین سرزمین ما به چند شهر استانی تقسیم کنن که به جای یک استانداری با 10 تا استاندار اصفهان و تهران و مشهد بیارن ما ضرورت نه ما هم یکی استاندار امیر لاشاری باز منتوارم تیوشی خبران و تاریخیون که ما را خبر کد ماشمه برنامه وقت خلاص بیده باز منتوارم وجه تولیه چهارو گندو هم باز منتوارم تنوکه هفته خدا نگهدار شما ما ممنون شما را هم یه برنامه و اشتت و بکر که ما رو دعوت کرد یه چند 1 ساعتی کمتر بیشتر بکر که در اختیار ما و اشتت ما یک دنیا سپاسگزاریم محبت شما عزیزان براتون و انشالله امیدوارم خداوند به شما توفیق بده که هرچی بیشتر شما دنبال همین کاران بگید یه روشنایی به مردم برسید بکر که خبری که هست درد دلی که من اتر غیر هسته باید با تمام براتی که دور دستم بهش کنم بگندم بزانه که بابا یه درد ما تمامه درد 1 نفر 2 نفر نه درد ما تمام ملت بلوچه من هدفم همیشه که صدا بلوچه به بلوچه و به دنیا برسی انشاءالله خدا انشاءالله توفیق بده به هر حال ممنون هشی که وقت و تو در اختیار ما سلامت پایدار باد خدا حافظ